سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خب بالاخره امشب رسیدیم به یه بحث جالب. البته از نظر من، شاید از نظر شما حوصله سربر باشه. اما چند وقت پیش یه کتابی خوندم که خیلی توجه منو به خودش جلب کرد. از خیلی از دیدگاه ها میشه بهش نگاه بکنیم و میشه درسای بزرگی ازش بگیریم. کتاب کتابخانه نیمه شب، اثر مت هیگ، اگر اشتباه نکنم، چون من انگلیسیم زیاد خوب نیست. این که کاپشن پوشیدم به خاطر اینه که اینجا هوا سرده. الانم ساعت تقریبا حدودای 1:30 شبه. منم اومدم توی قسمتی از خونه که هوا فوق العاده سردتر از بقیه قسمت های خونه است. اما میرسیم سر بحث اصلی. کتاب کتابخانه نیمه شب. و میخوام یه جوری شروع کنم که آخرش بتونیم یه درسایی از این کتاب بگیریم. کتابخانه نیمه شب، داستان اینجوری شروع میشه که یک دختری بسیار ناامید به اسم نوراسید داره زندگی میکنه. با پدر و مادرش با همدیگه جنگ و دعوا داشتن، بحث میکردن. با برادرش یه گروه موسیقی را انداخته بودن، منحل میشه. خودش شناگر قهاری بوده توی نوجوانیش و از همه اینها فاصله گرفته و رسیده به یک نقطه‌ای که می‌بینه خب به درد هیچ کاری نمیخوره و به تازگی از کارش هم اخراج میشه و تصمیم میگیره که یک شب خودکشی کنه. اما این خودکشی همینجوری ساده تموم نمیشه. شبی که تصمیم میگیره خودکشی کنه، یه چند قرص میخوره و بیهوش میشه. به یک جهان دیگه ای میره و میبینه خب یه چیزی، یه ورودیه، یه ساختمونیه، من برم اونجا ببینم که چیه. وارد اونجا که میشه میبینه که یه کتابخونه است. کتابدار کتابخونه کیه؟ یکی از مسئولای مدرسه که بیشتر تو سن نوجوانی با اون صحبت میکرده، چون زیاد با دوستاش ارتباط نمیگرفته و مثلا با اون مسئول یا اون خانومی که اونجا مسئولش بوده شطرنج بازی میکردن. به هر حال خیلی باهاش صمیمی بوده. میبینه که اون اونجاست و میگه من کجام؟ میگه تو کتابخانه نیمه شب هستی. تا وقتی که تو هستی این کتابخونه وجود داره. میگه خب این کتابا چی هن اصلا؟ میگه این کتابها زندگی های تو هستن که اگر هر تصمیمی میگرفتی چه پیامدی واسط داشت. اگر فلان راه رو واسه زندگیت انتخاب میکردی به چه نتیجه‌ای میرسیدی. اگر مثلا سمت اعتیاد به مشروب یا مواد مخدر نمیرفتی چه زندگی داشتی. اگر ورزش رو ادامه میدادی چه زندگی داشتی. اون میگه ولی یعنی الان من مردم؟ میگه نه، تو الان در فاصله بین مرگ و زندگی هستی. اینجا زمان واسه تو معنی نداره. میگه خب ولی من میخوام بمیرم، من نمیخوام اینجا بمونم، من میخوام از اینجا برم. خلاصه مجاب میشه که یکی از این کتاب ها رو انتخاب بکنه. حالا از کجا تصمیم میگیره کدوم کتاب رو انتخاب بکنه؟ اونجا با یک کتابی آشنا میشه به اسم کتاب حسرت ها. حسرت این که چرا با گربم بیشتر وقت نگذروندم، چرا نمیدونم با دوستم نرفتم سفر، چرا نرفتم قطب شناسی بخونم و تمام حسرت هایی که توی زندگی میتونست داشته باشه. از یه حسرت ساده شروع میکنه. این نوراسید قبل از اینکه خودکشی کنه یه 2-3 روز قبلش بهش خبر میدن که گربت فوت کرده. بهش میگن که گربت مرده کنار خیابون، شاید ماشین زده بهش. میگه خب دوست دارم برم توی یه زندگی که گربه‌مو ببینه. قفسه ها تکون میخورن و کتابی میاد که اون زندگی شاملش. نورا میره توی همون خونه،
هرچی دنبال گربش میگرده گربش رو پیدا نمیکنه. و بعد از اینکه جستجوهاش تموم شد زیر تختش رو که نگاه میکنه میبینه که گربش متاسفانه مرده. صحنه غم انگیزیه. میبینه که من که تو همون زندگی من گربه‌مو نداشتم. ناامید میشه و برمیگرده به کتابخانه نیمه شب. میگه که من میخواستم گربه‌م زنده باشه. اون مسئول اونجا میگه تو مسئول زندگی خودتی. گربت انتخابهاشو توی زندگیش کرده بوده. توی زندگی که با تو بود خیلی بیشتر از بقیه زندگیهاش عمر کرده بود. تو نمیتونی واسه اون تصمیم بگیری. اون عمرش تا اونجا بوده و تموم میشد. حتی اگر تو نمیخواستی بمیره اون عمرش تا همونجا بود. اون باید از این دنیا میرفت. چون ویدیوم خیلی طولانی میشه، این کتابخانه نیمه شب خیلی بحثش فلسفی و عمیقه. من تا همینجاش یه نتیجه گیری ریزی میکنم و بقیهش رو میذارم تو کلیپ های بعدی بهتون میگم. یه درسی که ما از این قسمت میتونیم بگیریم اینه که خیلی وقتا مثلا خیلی پشیمونی بابت یه سری کارا داریم. مثال میزنم، با دوستمون دعوامون میشه و خدای نکرده یه اتفاق بدی میفته و ما اون حسرت رو میخوریم که چرا ما اون کارو کردیم. اصلا چرا ما خودمونو همیشه باید مقصر بدونیم؟ چرا همیشه باید تقصیر ما باشه؟ چرا ما باید زندگی رو سختیشو تحمل کنیم؟ یک نفر دیگه داشت ما رو آزار میداد، چرا ما باید دلسوزی بکنیم؟ چرا باید بگیم چون ما فلان کردیم اون این اتفاق براش افتاد؟ هر آدمی زندگی های خودشو داره، تصمیم های خودشو داره. مثلا دوست صمیمی من میفهمم که داره یک مسیر اشتباهی رو میره. تا اونجایی که بتونم راهنماییش میکنم، تا اونجایی که ازم بخواد میتونم کمکش بکنم. من نمیتونم به زور به کسی تحمیل بکنم که چی کار بکنه. و خب اینجوری میشه که وقتی اتفاقی برای اون فرد میفته که از قبل نتیجهش معلومه، تو هی دچار عذاب وجدان و خودخوری میشی که چرا من این کارو کردم، من باید بیشتر وقت میگذروندم. و واقعا به این نتیجه رسیدم من بعد از خوندن این کتاب که هر آدمی با تصمیم‌های خودش زندگی میکنه و واقعا ما هر یک تصمیمی که میگیریم ممکنه بقیه زندگی ما رو تغییر بده. هر اتفاقی اون موقعی که باید بیفته میفته. تا اینجا خوب بود. امیدوارم که بیان خوبی داشته باشم واسه گفتن این صحبت ها و خوندن این کتاب. بقیه داستان رو توی کلیپ های بعدی میذارم، چون ممکنه به خاطر اینکه حجم ویدیو میره بالا نتونم آپلودش کنم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.